سلام، وقتتون بخیر. به قسمت جدید آموزشمون که در مورد ابرهای کومو هستن و لبه های ابر کومو و سنکو اسپن A و سنکو اسپن B خوش اومدین. امیدوارم که این مبحث آموزشی براتون مفید باشه. اگر خوشتون اومد ممنون میشم لایک کنید، کامنت کنید، سابسکرایب کنید و اگر مایل بودید در کانال تلگرامم عضو بشید و تحلیل های روزانه طلا رو آپدیت شده با هم داشته باشیم و ترید های روزانه خودم. ببینین در مورد ابر کومو در واقع میشه گفتش که ابر کومو برای شما میتونه نقاط حمایت و مقاومت مشخص کنه. ابر کومو میتونه در واقع به شما بگه کجای بازار رنج، کجای بازار میتونه روند داشته باشه بازار، یعنی تمام اجزای ابر میتونه نشون دهنده یک چیز برای شما باشه. اولین چیزی که میخوام باهاش شروع کنم سنکو اسپن A و سنکو اسپن B که من اینجا با رنگ قرمز تنظیماتش درست کردم. تایم فریم 15 دقیقه هستیم. سنکو اسپن A هست و سنکو اسپن B. وقتی روند بازار سودیه، سنکو اسپن A بالا قرار میگیره، سنکو اسپن B پایین قرار میگیره. سنکو اسپن B میانگین 52 کندل، در واقع 52 کندل بالاترین و پایین ترین قیمت هست که در 26 تا کندل جلوتر خودشو نشون میده، یعنی جلوتر اینجا قرار میگیره. پس در واقع میتونم بگم که خیلی سطح قوی رو میتونه نشون بده. وقتی سنکو اسپن بی شما در واقع صافه و حرکتی نداره، یعنی نه به سمت بالا نه به سمت پایین، این نشون میده که اینجا میتونه سطح حمایتی خیلی مهمی باشه زمانی که روندتون صعودیه. اما سنکو اسپن A ما که رنگ قرمز باشه اینجا در واقع برآیند کندل های کمتریه. در سنکو اسپن A در واقع میانگین بین تنکانسن و کیجونسن. من گفته بودم کیجونسن برآیند 26 تا کندله، تنکانسن برآیند 9 تا کندله. در واقع سنکو اسپن A ما برآیند مجموع این دوتاست. در واقع میتونه این دوتا رو با هم نشون بده. در ادامه باید بهتون بگم که در مورد سنکو اسپن A و سنکو اسپن B در واقع سنکو اسپن A ما زودتر حرکت میکنه، ولی سنکو اسپن B ما که قسمت پایینی باشه دیرتر حرکت میکنه، قوی تره، میتونه سطوح حمایت و مقاومت داینامیک شما باشه. و زمانی که روند ما صعودی باشه سنکو اسپن B پایینه، سنکو اسپن A هست. و در روندهای نزولی مثلا یک روند نزولی داشته باشین در گذشته بازار، برگردیم به گذشته، اینجا ببینید مثلا اینجا گذشته بازار ماست و یک روند نزولی هست. در گذشته بازار میبینین که برعکس این اتفاق میفته، سنکو اسپن A پایینه، سنکو اسپن B بالا هست و این نشون میده که روندمون نزولیه. وقتی که ابر کومو شما اینجوری صاف میشه این نشون میده که چون سنکو اسپن B ما خیلی قویه، وقتی صاف میشه یعنی نشون میده که حمایت و مقاومت قوی داریم که در اینجا نقش مقاومت رو بازی میکنه. یعنی این سنکو اسپن B صاف شده که توی ابر قرار گرفته نقش مقاومت قوی رو بازی میکنه. یا مثلا اینجا زمانی که قیمت زیر ابر قرار گرفته، وقتی قیمت به سنکو اسپن B میخوره، میبینید سنکو اسپن B در این ابر خریدمون هست، سنکو اسپن B مونه. وقتی به این میخوره اینجا میتونه یک مقاومت قوی باشه و نذاره قیمت حرکت کنه به سمت بالا. پس در واقع میتونه بگیم که ابرها میتونن به شما کمک کنن که حمایت ها و مقاومت ها رو تشخیص بدید، بدونید حمایت ها و مقاومت ها کجا هستن و خود نقطه هایی که سنکو اسپن A و سنکو اسپن B در حال حاضر بازار بهتون نشون میده، خودش میتونه نقاط خیلی خوب حمایت و مقاومت باشه. الان مثلا در تایم فریم 15 دقیقه هستم، میدونم تا وقتی سنکو اسپن A من از دست بره، کیجونسن و سنکو اسپن B خیلی به هم دیگه در کنار هم نزدیک باشن، نشون میده که اینجا یک حمایت خیلی قوی داریم. چون کیجونسن برآیند 26 تا کندله، سنکو اسپن B برآیند 52 کندل، قیمت بالا و پایینش هست، یعنی در واقع میتونه خیلی قوی عمل کنه. پس بعد از کیجونسن میتونه سنکو اسپن B خیلی قوی برای شما عمل کنه. اگر بخوام این بحث رو جمع کنم باید بهتون بگم که در مورد ابرها
من میام رو تایم فریم های بالاتر، مثلا در تایم فریم 1 ساعته هستیم الان. در تایم فریم 1 ساعته در مورد اهمیت تنکانسن و کیجونسن قبلا صحبت کردم. در مورد سنکو اسپن A در یک روند صعودی سنکو اسپن A بالا قرار میگیره، حرکتش نسبت به سنکو اسپن B سریع‌تره چون مجموع تنکانسن و کیجونسن و 26 تا کندل جلوتر انگار اتفاق داره میفته. توی اینجا حرکت سریع‌تره، ولی سنکو اسپن بی مجموع بالاترین و پایین‌ترین قیمت کندل ها تو 52 دور است و میتونم بگم که در واقع ترکیب خوبیه با کیجونسن و وقتی که صاف باشه، نه سنکو اسپن بی ما صاف باشه، میبینید الان توی 1 ساعته هستیم، کیجونسنمون هم صافه. اگه هر دو با هم زمانی که سنکو اسپن بی ما صاف میشه، اینجا نشون میده که قیمت در اینجا میتونه نقش مقاومت رو بازی کنه. وقتی قیمت در 1 ساعت هستیم الان، وقتی قیمت بر میگرده به سنکو اسپن بی ما میخوره، چون ضخامت ابر توی 1 ساعت زیاد هم هست و شکستن این احتیاج به قدرت و حجم بالای قیمت رو داره، در واقع سنکو اسپن بی ما که صاف اینجا قرار گرفته میتونه نقش مقاومت رو بازی کنه. و من گفته بودم در لبه های ابر کومو اگر حجم بازار زیاد نباشه میتونه باعث رنج بازار بشه و در داخل ابرها قیمت میتونه در واقع انگار توی یک مهی گیر کرده، میتونه باعث رنج شدن بازار بشه که باز هم بستگی داره به حالا نوع معاملات و حجم معاملاتی که تو بازار وجود داره. بعد در ادامه در مورد ابرها میتونم برای توضیحات تکمیلی بهتون بگم که سنکو اسپن بی ما که در صعودی پایین قرار میگیره میتونه نقش حمایت و مقاومت های کلیدی رو بازی کنه و با کیجونسن همراهی داره. در مورد مثلا روند در اینجای بازار میبینیم که قیمت داره روی سنکو اسپن A حرکت میکنه و تا زمانی که قیمت بالای ابر ما دنبال موقعیت های خرید هستیم، چون ابرمون هنوز نشکسته. تا زمانی که ابرمون رو بتونه به راحتی بشکنه و زیر ابر قرار بگیره، روند کاملا نزولی میشه. این در تایم فریم 1 ساعت هست که در تایم فریم های مثلا 15 دقیقه این خیلی بیشتر به کارمون میاد و میتونیم اونجا برای گرفتن نقطه ورود هامون استفاده کنیم. به طور مثال من در تایم فریم 15 دقیقه هستم، تا زمانی که قیمت زیر ابر قرار گرفته من دنبال موقعیت های فروش هستم. یعنی زیر ابر کومو باعث موقعیت فروش من میشه. موقعیت فروش معتبرترن در روند میان مدت، ولی میتونم خریدار هم باشم زمانی که کیجونسن ما شکسته بشه. خب در ادامه زمانی ما میتونیم به دنبال موقعیت های خرید باشیم زمانی که بالای زیر ابر کومو هست، موقعی که کیجونسن رو بشکنه. اولین نشانه برای اینکه در تایم فریم های 15 دقیقه ما نوید این که تغییر روند رو داشته باشیم شکست کیجونسن شکسته بشه، در ادامه بتونه ابر رو بشکنه که اون موقع شیب کیجونسن اینجا میتونه به ما کمک کنه که میتونه ابر رو بشکنه یا نه. ضخامت ابرها خیلی مهمه. الان اینجا اگه قیمت من بیاد بالا، کیجونسن رو بشکنه، در ادامه ابر کومو من که الان نازک شده رو به راحتی مثل یک پرده نازک میتونه بشکنه و روند من در میان مدت صعودی بشه، اما دنبال موقعیت‌های خرید باشیم. ولی اگر ضخامت ابر زیاد باشه، در گذشته بازار اگر برگردیم مثلا اینجا، مثلا در گذشته بازار اینجا قیمت در داخل ابر گیر کرده، حالت مهمانند داره که رازهای پشت هم اتفاق افتاده. اینجا برای ورود معامله باید احتیاط کنید و بهترین معاملات رو در واقع بتونید شکار کنید. امیدوارم این مبحث براتون مفید باشه. اگر براتون مفید بود لایک کنید، سابسکرایب کنید و برام کامنت بذارید. ممنونم. موفق و پیروز باشید.